اینمی سه پروژه بسیار کلان است، بسیار پروژه کلان است. ای کار افغانا میکنه مگه سر کلابی بسیار بد میخوره این کار. من نمیفهم که چرا امرالله صالح هم در توییتر خود نشته کرده که این کار نمیفهم یک رقمک است و نمیفهم احمد مسعود هم بر خطا شده از این کار. پشتون رقم یک چوب در کونتان زد که 2 سال بعد 3 سال بعد نه میفهمین که در کجایتان خورده، هنوز میفهمین که چوب خورده ولی نمیفهمین که در کجایتان خورده. این رقم آرام زدیتان. تاپی اگر دروغوی نشم قصه 30 سال پیش است، 30 سال نیست. امروز افتتاح میشه و سبا افتتاح میشه. نظر به جنگا، نظر به نمی دوزایی که نمیمان طرف ایرتان دوسم نمیمان، طرف قندار و هرات اسماعیل خان و تکدارای این طرف نمیمان. اینمی رقم زده و کنده رایی بودن نمیماندن که بالاخره این پروژه به سر برسه تا زمان اشرف غنی را. زمان اشرف غنی هم آخرین میخه در تابود پروژه زد که بخیر افتتاح شود و فعال شود. باز هم نمی خاینین، باز هم نمی سیاسون غدار نماندن که کار شود. ولی در زمان امارت الحمدلله دیروز رسما پروژه امضا شد، کار شروع کرد. کم از کم 1.5 میلیون نفر در این پروژه کار میکنه و امو پایپایی که از داخل افغانستان تیر میشه از 4 ولایت. از هرات شروع میشه، از هرات میره فرا، نیمروز، هلمند، قندهار و میره طرف پاکستان و از پاکستان هم رقم میره طرف هند. همین 5 ولایتی که داخل افغانستان است تمام کارش از ای تو زدش خود افغانا گرفته، از انجینیرش گرفته تا تمام حساب کتابش. در این پروژه 3 فایده بسیار کلان و 3 فایده بسیار مهم ما شما داره. فایده اول، سال 400 میلیون دلار بر ما میه. سال 400 میلیون دلار بر ما میه. مفاد دوم، سالانه نمیفهم چند متر مکعب گاز بر ما فری میه. اما قدر گاز بر ما سالانه میه که کل افغانستان، نیم افغانستان حداقل بس است که ما گاز مصرف کنیم. اگر گاز حالا کیلوی 50 روپیه است، شاید وقت کیلوی 15 روپیه یا 20 روپیه شود. این فایده دوم. فایده سوم که از همه که مهمتر است، افغانستان امروی پاکستان چپ است، پاکستان هم امروی افغانستان چپ است، هم امروی هند چپ است. اینا سال هاست که کدی دیگه جنگ میکنه. این پروژه که از ترکمنستان شروع و در هندوستان ختم، این 3 کشور دیگه کدی دیگه جنگ کردن نمیتونه. اما موضوعات مشکلاتی که در بین این 3 کشور است این هم حل میشه به خاطر مفادشان. از در اینجا سالانه 400 میلیون اگر برای افغانستان میمانه، 400 میلیون دیگه برای پاکستان هم حتما میمانه. به این خاطر و یک قرارداد دیگه خط ترین است که از ترکمنستان توسط ترین یا توسط قطار چی میشه مال افغانستان میایه و پس دوباره میره. ده بس عمر وقت نیستی عبدالی صاحب. والا کار خو شروع شوی دی صفای صاحب، کار شروع شوی دی. یو کال به دغه وشي، یو کالو ځکه چې پاکستان خپل کار کوي، هندوستان خپل کار کوي، ترکمنستان هم خپل کار کوي. د سینې دي چې د ترکمنستان تر هندوستان پرې زموږ په غاړه دي دا کار نه. پاکستان خپل کار کوي او ته هندوستان خپل کار کوي او ترکمنستان او افغانستان. د افغانستان کار شروع شوی دی، ډیره مخکې شروع شوی و. خب کاش که میگه پای تو واقعیت داشته باشه دیگه. من نمیفهم واقعیت داره یا نه. خود دیروز این پروژه شروع شد، یک امضاست که میگه پروژه رو ما امضا کردیم. امضا این دوران اشرف غنی هم یک دفعه نشست کرده بودن میخواستن امضا بکنن. یک کار رسما شروع شد، امضا شد، شروع شد، کار شروع کردن دیگه سرش. خب میایم سر یادم کی باشه، یادم چی میگم. من خودم بله رفتم مرز ترکمنستان، دیدم اونمون قطاری که اونمون قسمتی که در زمان داود خان بود، ظاهر شاه بود. ما خط داریم، خط از ترکمنستان تا خود سر مرز ترغندی رو داریم. خط تا اینجا آمده. از ترغندی به طرف هرات گفته از بین بردن، از ترغندی طرف هرات گفته از بین بردن. در زمان جنگا حتی هم سرک قطار اینا کنده بودن دیگه. از او به این طرفش خیلی راحت است. از ترغندی از ترکمنستان تا سر مرز ترغندی رو ما خط داریم. ما ویدیوش هم هست پیش ما، میال دیمی موبایل کلایف آمدیم، دیمی موبایل است. برای ما یک کار پیدا که خیر از خیر سرتان. همینجا بیشه کسایی که ریپلی توهین میکنه، تو ریپلی خوب برش نصیحتش بکنیم. بهترین کار است، بهترین وظیفه است. باش که اینجا یک دانه د ارک ساتون که آمده اینجا. تا د ارک ساتون که از مزازه زه
سلام علیکم. و علیکم السلام. و علیکم السلام. دوستان خوش آمدین. اینی رقم قصاص، اینی رقم گپاس، اینی رقم سخناس. زنده باشی، سلامت باشی. خانه تاباد. دیگه ای طرف سر دریای کنر کار روان است. بند دریای کنر بند میسازن. اینجا نیم افغانستان ای برق میته، حداقل نیم افغانستان اگر نتونه داده 4-5 ولایت افغانستان فول برق میته. دیگه دریای پنجشیر وصل میشه به کابل. اینمی سه پروژه بسیار کلان است، بسیار پروژه کلان است. ای کار افغانا میکنم، اگر سر کلابی بسیار بد میخوره ای کار. من نمیفهم که چرا امرالله صالح هم در توییتر خود نشته کرده که ای کار نمیفهم یک رقمک است و نمیفهم احمد مسعود هم خطا شده از این کار. گندگی بسیار زیاد است در سوشال میدیا. در سوشال میدیا در دیگه جای نه، در دیگه جای آرامی است کلگی و مطابق دل خود کار پیش میبرن. در سوشال میدیا در بین کلابی ها سخت درز غوبل روان است. یک که خلاص عبدالی صاحب جمیل قادری کجاست؟ جاله اگه خبر داشته باشیم. ما کار خود میکنیم، ما برای هیچ کس، هر کسی که دوست داریم به خاطر رضای خداوند، از هر کسی که نفرت هم میکنیم به خاطر رضای خداوند. ما هر وقت که من نبودم باز وقت دم تیک تاک یک مسیج بان بگو کجا هستی. پشت کس نمیگردیم، ما میدان پرش دل به غیرت سری کرده. ما کار خود میکنیم، ما پشت کس نمیگردیم. چرا در زبان پشتو گپ میزنی؟ خوشم میاد. زبان سیاست است، زبان شیراز. زبان پشتو خوشم میاد به او خاطر دوست دارم میشم. زبان سیاست است، پشتو زبان سیاست است، به او خاطر من خوش دارم گپ میزنم. زبان دلیل خانمیال گپ زده میرم و در کره زمین و رقم یک نر پیدا نمیشه که مرا بگه به کدام زبان گپ بزن و به کدام زبان نزن. هر زبانی که خوشم بیاد به مو زبان گپ میزنم. ساجقم خلاص. خب بیا خیر. به من سوال جواب ندادی. سوال تو سوال لودگی است. آمدید از زیر لایف شیعه است یا سنی؟ تو را چی؟ مسلمان هستم الحمدلله. اگر از نظر شما طرفداری از امارت اسلامی متعصب است یا تعصب گفته میشه، اگر به نظر شما گپ زدن به زبان پشتو تعصب گفته میشه، اگر به نظر شما طرفداری از حق تعصب گفته میشه، زیک متعصبیم، نرغوندی تعصب لرم او ویارم چی متعصبیم. بس خلاص. شاعر صاحب خوش آمدی. اجران صاحب و علیکم السلام. شرف الدین صاحب مننه. اگر طرفداری از امارت اسلامی و حرف زدن به زبان پشتو و خوشحال بودن به خاطر پیشرفت وطن تعصب گفته میشه، نرم متعصب هستم. اما دستتان خلاص تا پیش پدرتان جو بایدن، تا پیش ننیتان کمیلا، پیش بابکلانتان ترامپ. دستتان خلاص تا به انگلیس و فرانسه و جرمنی و تا هر جای. دستتان خلاص. 2 روز زندگی میکنم با سر بلند زندگی میکنم. نظام امارت اسلامی را که شما در فکر و خو و آرزوی از بین رفتنش هستین، 2 روز از این نظام طرفداری میکنم. خب با سر بلند طرفداری میکنم. از امیر المومنینش گرفته تا یک سربازش هیچ به مزور سرخم نمیکنه. مرا نمی رقم نظام خوشم میاد. مرا نمی رقم دریز خوشم میاد که نمی یک گپ میزنه خلاص سر کسی برک. او برادر رقم در افغانستان چقدر حزبا بود، چقدر قماندانا بود، چقدر جنرالا بود. شور میخوردی جنرال، مارشال، دگروال، پلیس علت بکو، سرباز علت بکو، وکیل پارلمان موتر شسیا بگردان. یک شخص پیدا شد به نام امیر المومنین شیخ صاحب هیبت الله. هنوز قوارشم ندیدی، هنوز نمیشناسیشم، جایشم معلوم نیست که در قندار است، در کابل است، در هلمند است، در کجاست. با صدای خود گمتان کرد. حفظ الله. با صدای خود گمتان کرد. فقط 10 تا فرمان داد، با صدای خود گمتان کرد. مرا خوشم میاد.
خدای میکنه که بیخی اینمی رقم یک نظامی که ما داریم، اینمی رقم یک نظام آمریکا داشته باشه، انگلیس داشته باشه. من از یک نظام خوشم میاد که نفر اصلا رویش نمیبینی، فرمان صادر میکنم یا از یک سر در کنه طیاره بالا میشن بگریز کنم میگریزی. من این رقم نظام خوشم میاد. این رقم نظام من خوشم نمیاد که امیر جوان میشان هیچ معلوم نیست که در کجا هست، چی میکنه. یک روز پشت ویزه آمریکا سرگردان است، یک روز پشت ویزه مسکو سرگردان است، یک روز پشت ویزه یک جای، یک روز پشت ویزه یک جای. بیادر ولو که اینمی امارت اسلامی به ضد افغانستان هم باشه، به ضد افغانستان هم که باشه، مرا دریزشان خوشم میاد. مرا دریزش خوشم میاد. وقتی دشمنی هم میکنی با یک کس دشمنی بکن که حداقل یک گپ، یک پلان، یک دریز، یک مسیر داشته باشه. مرا می دریزشان خوشم میاد. در طول 3 سال بسته کره زمین مگه مکتب آواز کن، مگه نه ما که نخواهیم نمیشه. یعنی میرکم خودش مگه تا که ما نخواستیم، تا که با سیستمی که ما نخواستیم نمیشه آواز. بسته کره زمین کدش خود زده رئیس. او د افغانستان تامیان، کولابیان او گوډاګی خیل ورسره او د سنبی خیل ورسره مرا خوشم میاد. ما اینجا کمپاین نکردیم که بیا خیر است، بیا خیر است طرفدار نظام شو، بیا خیر است، بیا خیر است طرفدار نظام شو، خیر است ما به شما ضرورت داریم، خیر است بیاین. گم کو خدا دیپورت غیر مستقیم شده روان است میال از افغانستان. گرم استی نمیفهمی. در سر صف پاسپورت استاد هستین، زن و مرد تلگه کنی تا پاسپورت بگیری، ویزه ایران بگیری کش. په دواړه سترګو دلته زموږ یو خورې لیکلي دي، خورې دي که ورور دي، ما ته خو صحیح نه معلومیږي، وایي ورور دي، وایي پښتو وایه. په دواړه سترګو جګره، هم پښتو وایم، هم دهی وایم، هم انګلیش، هم ترکی، هم ازبکی. اصل ملي مفکوره خو موږ لرو، اصل خو ملي ځوان زه یم. پښتو غږېدی سم، دري غږېدی سم، ازبکی 50-50 and یو 80% ترکی. بس موږ خو دغسې یو. وعلیکم السلام حاجي صاحب قیس. وعلیکم السلام. خوش آمدین دوستا کلتان. دوست عزیز، ما شیعه مذهب را اگر امارت اسلامی قبول داره یا نداره، تو نسوز. تو برای خود کار کو، تو غم خودت بخو. من خواه افغانستان خانه من است، کار من است، یک شرکت که ایجاب سازی دارم، کارم میکنم، اونجا زحمتم میکشم، با خارجم میایم، پس افغانستانم میرم، چکرم میزنم. تا یک روز برای من نگفته که یک نفر که تو شیعه است یا سنی. تو که میای اینجا میسوزی، تو در غم خود باش، با من غرض نیست. تو برای خود آش جور کو، تو با من چی غرض؟ یک قسم گپ میزنی که شما شیعه ها را در افغانستان قبول نداره. از امی خودت کده شیعه ها در افغانستان فعلا آرام زندگی میکنه، از تو کده شیعه ها در افغانستان فعلا آرام زندگی میکنه. تو را خود قصه تا بزرگ چینی وارد کلاب و تاجکستان و سمرقند و فرانسه و جرمنی رساند. هی در قصه من نشو. من بدترین زندگی را که در افغانستان داشته باشم، تو در قصه من نشو. تو غم خودت بخو. 3 سال از سر قبر بزرگوار رفته نتونستین، زیارت کرده نتونستین، در کشورتان رفته نمیتونین از ترس. کشورتان همون قصه امت شد، گفت ما کوچیستیم آمدیم اینمی افغانستان خوشم آمد. گفتیم کجاست اینجا؟ نفرها گفت خراسان. پتور انداختیم اینجا خیمه را زدیم، گوسفندار الا کردیم، اینمی رقم داخل درا گفتیم بچره، گفتیم اینجا خراسان مراسان نیست، افغانستان نامش بانین، هویتش هم افغان بانین. اونمو رقم قصه سرتان شده و روز مبادایتان هم از ایران ماندین که دم روز مبادا چکنین، هیچ قصه تان مفت است. دوستا خوش آمدین کلتان. خوش آمدین. خدا کنه جور و صحتمند باشین. مننه ورورا شونده و سی پویگم.
ټول افغانان را سره درېږي خو یو څو دنې سنبی خیل او دغه ټامیان چې دي زه د یو 2 کس په سر زه د یو 3-4 کس په سر زه خپل افغانان نه خفه کوم والله چې زه دغه مسعود خیل سره هم زه کوم مشکل نه لرم خو دوی د اول تر یا پورې دوی همداسې متعصب دي دوی ته چې زه قوم یادوم دوی ته چې زه سمت یادوم ځکه چې د الف تر یا پورې دوی همداسې بغاوتګر وو د دې په خاطر او نور د کسان چې دي د زما اصیل افغانان زما اصیل ورونه خویندې او د مشران چې دلته راځي مننه قیس حاجي صاحب قیس مننه ژوندی اوسئ د کوم کسان چې په ما باور لري اعتماد لري زه هېڅکله نه غواړم چې خدای نه خاصه داسې یو خبرې وکړم چې بیا داسې ځوان تا غوندې ځوان راسي او دلته ووایي چې حمید هغه خو یو سنبی و تا ولې داسې خبرې کوي زنده باد اسلامي امارات یو دریز لرم خدای مو یو دریز مو یو قوم موم په نوم هیڅ نه پیژنم بس افغان مسلمان په همدغه لار روان یم او پوهېږم چې بریالی یم او پوهېږم چې زما دغه دریز بریالی کېږي په دغه سوشل میډیا په افغانستان خو خامخا بریالی دی خو په دغه سوشل میډیا هم د تاسو ته ښکاره کوم خو دوستان خوش آمدین کلتان مننه ژوندی اوسئ وزیر یم پکتیا داسې سور سلام تاسو ته منم دی روزش میرسد که بخیر طالبا میرود روزش میرسد که بخیر طالبا تو را میکشد روزش میرسد که بخیر اینی کار میشود آلبمی تو چی روزش میرسه که من کشته میشم تو چرا سوخته رئیستی روزش میرسه هیچ انسانی تا آخر عمر زنده نمیمانه یا میموره یا کشته میشه یا از مریضی میمره یا موتر میزنش یا از پشت بام میفته یا یک مرض میزنش بالاخره عالمی مرگ مرا به تو چی غرض است اینقدر سرتان تند استم که مرگ مرا آرزو داری روزش میرسه که بخیر تو میموری نه تو اینجا آمدی بدوار شروع کردی حالا شما خو میگفتین ما میایم در افغانستان هم میگیرم این قصه تان در بدوا ختم شد انشالله یک روز میموری انشالله که یک روز میموری ما خبر شوم که تو یک روز مردی امی از قصه تان امی از راه و روشتان و علیکم السلام خوش آمدین و علیکم السلام افغان صاحب نه امی مرگ و مردن خواست جانب پروردگار است پیدا که یک نفره که تضمین کنه که نمیموره کلگی میموره ای که ما کشته میشم ای که ما میمورم ای که ما در یک مریضی میمورم ای که ما از پشت بام میفتم یا موتر میزنه ای را به تو چی غرض است تو چرا قدر سوخته رایستی مرا ابن الزمان یا ابن الوقت میگن دنیا ثابت ساخته اگر میخوای زندگی کنی آرام زندگی کنی برای امروزت زندگی کن برای امروزت زندگی کن 3 سال از در اوج لذت زندگی میکنم در هر کشوری که میخوای میرم در شرایطی که تو یک تذکره گرفته نمیتونی در این شرایط هر کشوری که میخوای میرم وطن خود میرم میایم سبای مرا کی پیش بینی کرده که من سبای طالب پیش بینی کنم برای تو سبای مرا کی تضمین کرده که من سبای طالب برای تو تضمین کنم فرض کو که نمی سبا طالب میره احمد مسعود در تخت میشینه و تمام قدرت از شما میشه و تو زنده نیستی چی میکنی و زندگی ره فرض کو که اشرف غنی سبا پس میاد در قدرت میشینه تمام کره زمین فرمان از اشرف غنی میگیره در اونجا که تو زنده نباشی چی فایده من برای امروز خود زندگی میکنم ما برای امروز خود زندگی میکنم هیچ مدام قصه صبح نیستم در قصه صبح هم نیستم در قصه دیروز هم نیستم میاین در داخل تیک تاک یک تعدادتان تانه ای را میتن که طالب بابه مرا کشته تو چرا طرفداری میکنی بعد پدر بابیت یک دفعه نه 200 دفعه نالد من بر بابیت تو گپ نمیزنم اینجا یک نفر آمده اینجا که طالب ما را از وطن کشیده تو چرا طرفداری میکنی من تضمین تو رو میکنم من تضمین تو را کرده نمیتونم طالب تو را از وطن فرار داده طالب تو را بیکار ساخته طالب تو را بی وظیفه ساخته طالب تو را لط کرده طالب تو را بندی کرده به من چی مرا خو نکرده بندی
مرا خلط نکرده به من چی غرض؟ به نگاهی با پس میکنم که بدرنگ معلوم میشم. یک دونه کامنت هم نمیبینم به زور خدا. هیچ هم سفر نمیبینم. اینالیزیشن. طالب در حق فلانی ظلم کرده، چرا طرفداریش میکنی؟ با تو چی؟ با ما چی؟ با ما چی غرض که طالب تو را از پنشیر کشیده؟ با ما چی که امروز لنگوټه دار در پنشیر حکومت میکنه؟ با ما چی که این رقم ترانه رو در پنشیر میشنوند؟ ما برای خود زندگی میکنم، ما برای تو زندگی نمیکنم. بلایم در پس خودت، بلایم در پس بسته خاندانت. با ما چی غرض؟ ما گفته نفر مامای چی؟ کدام ماما؟ اینجا آمده امید تو چرا از طالب طرفداری میکنی؟ نرواره به تو چی غرض؟ خب میکنم. په ډیره بخښنه سره دوستانو دلته د قمندان صاحب راغلی د جمهوریت یو ډیره خطرناک قمندان خو نوم یې وګوره ثمرګل. ستاسو په دغه نوم، ستاسو په دغه نوم یې وګوره، سټایل یې وګوره. د ثمرګل په نوم دلته راځي. د جمهوریت یو غټ قمندان و، کیدای شي چې یو جنرال ترې سوی وي. آریا جان من دخترها رو نمیخوام گپ بزنم که شو خوشان نبره، اما خود تا گپ میزنم. آریا جان تاجیک عکس تام بسیار مقبول است، خدا کنه خوش خودت باشی. ما خواهم طرف ها زیاد میم مگر سر خوردیم. ما دستمال آوردیم و سرشال آوردیم. همون قصرش انشالله باز برای ما چای لایف خواد کردیم دفعه دیگه اگر دمو سمتا دیدمت. خب دیگه چیز نمیگم. نشه کردی که از طالبا خواهش که ماش لابیگرا را زیاد کنه و نمیفهم فلان و فلان. ما دمی پنشه تلخان میفرشم، خوب از زندگیم شو که فضل خدایش نیاز ندارم که طالب مرا ماش مرا زیاد کنه. یگان انگشترهای زمردم میخرم و میفرشم. خوب از روزگارم دمی پنشه یک نمره زمین گرفتیم. همینجا یک 6-7 دانه بز دارم، همی بزار شیرای شکش میکنیم و ماس مایا میکنیم. دیگه روزگار خوب پیش میره، روزگار بسیار خوب پیش میره. هیچ نیاز ندارم که من در امارت اسلامی کار کنم و مرا طالب ماش بده. آریا جان قند ببخشی دیگه، دختر خانم استی خواستم آخرین درجه ادبیات سرد استفاده کنم. امی آخرین درجه ادبیات سرد استفاده کنم. اگر تو از اون منطقه هستی فقط جای تا بگو، در زیر از لایفا کس نمیگیرید. بیخی دلت کوور جمع باشه. ما باز یک دل مهربان هم داریم. در زیر لایفا که 100 که بزنی خدا کسی نمیگیرید. افغان طایفه خود در زندگی نمیگیرید، سرت بریک نمیگیره. خب من همی پایت از کوچه خواد جمع کردم. من پایت از کوچه جمع میکنم از زیر لایفا. آریا 25 میشنوی؟ بان آریا 25 هستی در زیر لایف؟ اینا دختر هستی بسیار زیاد دیگه. امی آخرین درجه چی نمی بود؟ چی میگه؟ اخلاق و ادبیات تا و بالا. دخلا زو و علیکم السلام. شاید صحت شدی بخیر قراری ده. مننه ژوندی اوسې. احترامات تاسو ته هم ورسیږي. شکر دی الحمدلله. تشه صحت شدی بخیری خیرتی ده. این دیگر رسه که آمده لوی تاجک چو باش. اما لوی پس که سرنامه دو از افغاناست. لوی که هستم یک واژه افغانی است. اما رو پس که است بغل تاجک که بیخیم افغان هم قصهش خراب میکنی. اما لوی پس که است قطر که هم خوکو غوارم سبازم وطن تولی تخالی امر کوا. تاجک حکومت در تیک تاک سعی که بچه شب نام تاجک نگی به این خاطر که میشه یک تعداد دوستای تاجک ماست از پیش ما خفه خواد شد. اما را کولابی حکومت بگوین، تاجک حکومت نگوین به خاطر ازی که ما میشرمم بخی به جای شما.
ما امی غرور و غیرت و شهامت و مردانگی شما را روز فهمیدم که یک بچگه که 16 ساله قنداری در پنجشیر استاد شده بود، خبرنگار ازش پرسان نکنه میگه چی رقم جای از پنجشیر، میگه والا خوب سرسبزی داره، خوب آب و هوا داره، مردمش هم خوب مردم است. خود روزای اول دم زبانشان نمیفهمیدیم، دم زبان ما نمیفهمیده، کمک از پیش ما اوار شد. خب یک 16 ساله اینی گپ میزنه. تو دیگه میایی حال در زیر لایف ما که ما آن قریب میاییم بچه جو بایدن، بچه ترامپ. قصه تان مفت است. نه قدر دموکراسی را شما میفهمین، نه قدر نظام اسلامی را شما میفهمین. فقط داریم یک گپ یاد گرفتین پشتون رقم یک چوب در کونتان زد که 2 سال بعد 3 سال بعد نه میفهمین که در کجایتان خورده، هنوز میفهمین که چوب خورده ولی نمیفهمین که در کجایتان خورده. این رقم آرام زدیتان. یک ویدیو رسید بزرگ سر ما بالا کرده بود، اینا تصمیم داشتن که ما برم خاندان گفته که پشتون بچسبم، پشتون گفته دو بزنم یا بگم ما دیگه لایف نمیام. نه، ما با هر کس با خودش مشکل دارم، نه با قومش. ما با خود شخص مشکل دارم، نه با قوم. ما با افکار یک شخص مشکل دارم، حتی با فامیلش غرض ندارم، با افکار شخص، با خود شخص مشکل دارم. ولی خاندان مسعود خاندانی خراب است در بین مساره. مسعود خیلی کس اما طایفهش اما خاندانش می رقم خراب است. شما خاندانی خراب هستین. اگر یک پشتون سر ما انتقاد میکنه، اگر یک پشتون مرا توهین میکنه، هر گپی که میزنه، ما با خود از مشکل دارم، چون خاندانش اینجا 95 نفر 96 نفر است. یک پشتون مرا خوار مادر گفته داونه میزنه. اورم دوست دارن، در زیر لایف ما میامرم دوست داره. ما هر مشکلی که دارم با خود اسیب دارم. سرم ویدیو سرش ویدیو ساختم. و اینجا کولابیا آمد انتظار داشت که ما بیایم پشتون گفته داو بزنم. بچه ای خوا ربانی ده گور برد، مسعود ده گور برد، کلکانی ده گور برد. شما خولاده کاش هستین، می شما را آدم حساب نمیکنم. هیچ شما را ما آدم حساب نمیکنم. در حد نیستین که ما سر شما یک لایف بگیرم. فقط می یگان قصه و همون تو گپ شپ گفته پشتونا دیگه ای که شما من در زیر لایف خوار مادر گفته دو بزنین سر شما در جمهوریت هم بریک نمیگرفتیم، در میمارت هم سرتان بریک نمیگیریم.